سلام، من ملیکام. به چنل یوتیوب من خیلی خوش اومدین. امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوام توی این ویدیو راجع به یکی دیگه از مدل‌های تسک 1 رایتینگ آزمون آیلتس حرف بزنم. من قبل از این ویدیو یه ویدیو دیگه گذاشتم، یه سری کلیات راجع به مدل اینکه اصلا چجوری تسک 1 و تسک 2 توی آزمون آیلتس صحبت کردم. حتما برید این ویدیو رو ببینید، لینکش رو توی دیسکریپشن براتون میذارم. اونجا یه سری کلیات گفتم. توی این ویدیو حالا میخوام راجع به یکی دیگه از مدل‌های گرافی که توی تسک 1 آزمون آیلتس احتمالش هست که بیاد صحبت کنم و اون چیزی نیست جز مپ. یکی از چالش‌های اصلیش به نظر من مثل همون پروسس هستش که داخل پرانتز بگم توی ویدیو قبلیم در رابطه با پروسس دایاگرام‌های تسک 1 آزمون آیلتس حرف زدم. حتما برید اون ویدیو رو ببینید، لایک کنید و اگر کامنتی دارید برام بنویسید. اگه فکر می‌کنید نکته‌ای هست که میتونه به من و بقیه کمک کنه خیلی خوشحال میشم بنویسید. نکته مشترک مپ و پروسس دایاگرام به نظر من کم آوردن کلمه است. یعنی چالش اصلی این دوتا اینه که ممکنه شما کلمه کم بیارید. توی ویدیو قبلیم گفتم که معمولا تسک 1 و تسک 2 جفتشون توی 4 تا پاراگراف اصلی نوشته میشن. اولین پاراگرافمون میشه اینتروداکشن یا یک مقدمه ای از اون چیزی که داریم ما میبینیم. اون مقدمه چیه؟ یعنی ما میخوایم چی توی این رایتینگمون در واقع به اون خواننده بگیم، اصلا راجبه چیه رایتینگمون. و برای اینتروداکشن شما فقط کافیه که اون پرامپتی که در واقع توی صورت سوال تسک 1 بهتون میدن رو پارافریز کنید. یعنی چی؟ یعنی اینکه بیاین دقیقاً همون چیزی که داره میگه رو خب توی یک قالب دیگه شما بنویسید. یعنی چی توی یک قالب دیگه؟ یعنی که کلمات و مترادفای دیگه براشون بذارید، اگه میتونید یه ذره با گرامرش بازی کنید و یه جمله جدید ولی با همون تعبیر بنویسید. پاراگراف دوم تسک 1 که اوورویو هستش، مپ این چالش رو داره که برخلاف مدل گراف های دیگه مثلا لاین چارت، تیبل، بار چارت، مثلا لاین چارت که مثلا یک روند صعودی یا نزولی مثلا میخوایم بگیم که این گراف ما داره، توی مپ نمیتونیم این کار بکنیم. خب واسه همین چی باید بنویسیم توی اوورویو؟ مثلا نقشه الان یه مکانی رو بهتون میدن، بعد میگن که این مکان میخواد تو آینده مثلا 20 سال دیگه یه پلنی براش ریختن که این شکلی بشه. خب یا نقشه قدیم یه مکانی رو میدن با نقشه الانش، میگن که مثلا 20 سال پیش این شکلی بوده، الان این شکلی. توی پاراگراف اوورویو که در واقع ما باید یه خلاصه ای از اینکه این گراف اصلا چی هست بدیم به خواننده بدون اینکه چیزی رو اسپویل بکنیم، چی باید بنویسیم؟ باید سعی کنیم اون تغییر عمده‌ای که بین اون دوتا نقشه‌ای که بهمون داده شده رو در بیاریم. مثلا یه نقشه به ما میدن از این منطقه‌ای که قدیم خیلی روستایی بوده. یه نقشه بعدی که هستش یا برای آیندهشه یا الانش مثلا خیلی شهری تر شده، خونه های بیشتری بهش اضافه شده، مثلا مغازه بهش اضافه شده، از اون حالت مزرعه طور خارج شده، بیشتر اومده به سمت شهری. همین تغییر حالت میشه اون خلاصه‌ای که ما از این گراف توی پاراگراف اوورویو میتونیم برای خواننده بنویسیم. اینم یکی دیگه از چالش‌های گراف مپ هستش که ما باید سعی کنیم درک کنیم که چه تغییراتی رخ داده و اون مثلا تغییر اصلی چیه. تسک توی 4 تا پاراگراف باید جمع بشه. 2 تا پاراگراف میمونه اینتروداکشن اوورویو که جمع کردیم، 2 تا پاراگراف میمونه بادی پاراگراف 1 و بادی پاراگراف 2. اون نقشه‌ای که به ما داده، خب ما چجوری میتونیم تقسیمش کنیم که بدونیم مثلا چی رو تو بادی پاراگراف 1 بنویسیم، چی رو توی پاراگراف 2 بنویسیم. 3 تا تغییر اصلی هستن که توی مپ میتونیم داشته باشیم. اینه که بخشایی که اصلا هیچ تغییری نداشتن، یعنی
نه سایزشون عوض شده، نه جاشون عوض شده، نه کاربرشون عوض شده، هیچ تغییری نداشتن، همونی هستن که بودن. دسته دوم اونایی هستن که یه تغییر مثلا کمی داشتن. مثلا چی؟ یعنی مثلا یه ذره کوچیک بزرگ شدن، خب سایزش مثلا عوض شده. دسته سوم اونایی هم که خیلی دیگه تغییر کردن، مثلا کاربری یا اون مکان کلا عوض شده، مثلا کوبیدنش، ساختنش یه چیز دیگه شده. پس توی مپ اتفاقاتی که افتاده رو ما میتونیم به 3 دسته اصلی تقسیم بکنیم. اونایی که هیچ تغییری ندارن، اونایی که تغییر کم داشتن مثلا جابجایی مکان یا تغییر سایز، اونایی هم که خیلی تغییر زیادی داشتن مثل تغییر کاربری یا اینکه کلا ساختمون مثلا کوبیده شده باشه. و حالا مرحله آخر وقتی تشخیص دادیم که اون دسته هامون یعنی اون مکانایی که حالا توی اون مپه هست توی کدوم دسته از این تغییرات میگنجن، وقتی این دسته بندی رو انجام دادیم حالا میایم توی پاراگرافا توصیف میکنیم این تغییراتشون رو. مثلا اونایی که خیلی تغییرات زیادی داشتن توی یه پاراگراف توصیف میکنیم، اون مکانایی که تغییر کم یا هیچ تغییری نداشتن توی یه پاراگراف دیگه. اگر سعی کنیم که هیچی از قلم نندازیم و همه این تغییرات رو با ادبیات خودمون مثلا با استفاده از صفت‌ها و قیدهای مختلف توصیفمون رو بست بدیم، کلمه هم کم نمیاریم. توی مپ و پروسس باید سعی کنیم که هیچ چیزی رو به نظر خودمون بدیهی نیاد. خب مثلا خب این که معلومه اینطوریه تو یه خط مثلا تو یه جمله کوچولو مثلا بنویسیمش، باید سعی کنیم که همه چی رو بست بدیم تا کلمه کم نیاریم. مپ و پروسس جز به نظر من چالش تعداد کلمه و اینکه یه ذره باید خلاقیت به خرج بدیم که چجوری توصیف کنیم، چالش دیگه این ندارم جدای از اینکه حالا دایره لغاتمون باید خوب باشه، از لحاظ گرامری هم آماده باشیم. اینم از مپ قراره که هفتگی من ویدیو بذارم و اگه با این ویدیو حال کردین خیلی خوشحال میشم. لایک کنین، سابسکرایب کنین، منتظر ویدیوهای بعدی باشین. اینستاگرام هم اگر فالو کنین خیلی خوشحال میشم. اگه چیزی هست که به نظرتون من میتونم بیام توضیح بدم راجبش یا سوالی مثلا دارین، خیلی خوشحال میشم برام بنویسید. یا حتی اگه نکته‌ای به نظرتون کاربردی میاد که میتونه به من و بقیه کمک کنه، خیلی خوشحال میشم که توی کامنت ها بنویسین. جدای از زبان من قراره کلی ویدیوهای دیگه هم بذارم، برای همین خیلی خوشحال میشم سابسکرایب کنید، لایک کنید و اگه دوست داشتین اینستا هم فالو کنید خیلی خوشحال میشم. دیگه همین. نکته دیگه راجع به مپ نیست بخوام بگم. سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید که ویدیوهای دیگه راجع به مدل‌های گراف‌های مختلف تسک 1 رایتینگ و تسک 2 و اسکیل‌های دیگه آزمون آیلتس گذاشتم و از دست ندین. چیزایی که یاد گرفتم باهاتون به اشتراک میذارم. نکته ای اگه به نظرتون میاد وقتی ویدیوها رو میبینید خیلی خوشحال میشم توی کامنت ها بنویسید. دیگه همین، تا ویدیو بعدی، خداحافظ.